سپاسگزاری میکنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر جنتی و بقیه دوستان در اندیشکده مطالعات خلیج فارس که همه از اندیشمندان و مسئولین بلندپایه کشور هستند و بودند و دارای بهترین تجربه ها در این حوزه. همینطور یاد و خاطره برادر بزرگوار جناب آقای دعایی رو گرامی می‌داریم و از جناب آقای دکتر صالحی وزیر ارزشمند ارشاد و مدیر مسئول محترم مؤسسه اطلاعات برای اینکه این امکان رو در اختیار ما قرار دادن سپاسگزاری می‌کنیم. روز خلیج فارس بر همه دوستان و علاقمندان به صلح جهانی مبارک باد. البته این مبارکی با حادثه بسیار تلخ در بندر عباس، بندر شهید رجایی، همه ما رو اندوهگین کرده. با خانواده های قربانیان این حادثه، با مردم خوب هرمزگان همدردی همه ایران دارند. تمام ایران امروز عزادار بندر عباس هست و چقدر خوب مردم خوب ایران نشون دادن که در شرایط حساس در کنار هم هستن. جشن و سرور در کوچه در بوشهر تبدیل به عزاداری عمومی شد و چه خوب نشون دادیم ما که زمانشناس هستن مردم ما و چه خوبه که ما این مردم رو به عنوان فرصت بشناسیم نه به عنوان تهدید. بعد از سخنرانی جامع استاد ارجمندم جناب آقای دکتر خرازی صحبت کردن سخته، اما من سعی میکنم مقداری به برخی زوایایی که ایشون بهش اشاره کردند بپردازم. قبل از ورود به بحث عرض میکنم که اونچه که من امروز خدمتتون عرض میکنم خلاصه ای از 3 مطلبی که در 5-6 ماه اخیر از سوی حقیر پدوی منتشر شده. یکی مقاله‌ایه که در فورن افیرز نوشتم، یکی مقاله‌ایه که در مورد طرح مودت که استاد هم بهش اشاره کردن در روزنامه اکونومیست نوشتم و یکی هم یک طرح مبنایی هست که در آخرین روزهای حضورم در معاونت راهبردی به صورت عمومی منتشر کردیم که دوستان رو دعوت میکنم این رو نگاه بکنن. مبنای بحث‌های من بیشتر این حرف آخر هست. عنوانش هست راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملی مبتنی بر رویکردی تاریخی به مسائل امنیت ملی ایران. لذا اونچه که عرض میکنم مبتنی بر این 3 مطلب هست که قبلا تهیه شده و ارائه شده. مبنای عرایض بنده هم بسیار شبیه به مبنای فرمایشات جناب آقای دکتر خرازی. ممکنه از ادبیات متفاوتی من استفاده بکنم ولی مبنای حرفها همون هست که ایشون فرمودن و نتیجه عرایضم هم همون هست که اول گفتم، نیاز به نگاه فرصت محور. یعنی آسیب شناسی که بنده از روابط ما چه در داخل و چه در خارج دارم، نگاه تهدید محور به شرایط هست و ضرورت تغییر اون نگاه
به یک نگاه فرصت محور. با این شروع میکنیم که تمامی حکومت‌های ایران، چه قاجار، چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی، در پی دستیابی به اطمینان از امنیت ایران بودند. این رو از انتقاداتمون، مشکلاتی که با هر کدوم داریم کنار بگذاریم. شما میبینید که ما برای به دست آوردن آنچه که در جنگ اول ایران و روس از دست داده بودیم، جنگ دوم ایران و روس رو شروع کردیم در دوران قاجار. هدف چه بود؟ هدف این بود که امنیت ملی ایران تأمین بشه. هدف این بود که سرزمین‌های از دست رفته باز پس گرفته بشه. خب چون بر اساس واقع بینی نبود و بر اساس رؤیا بود، نتیجهش این شد که مقدار بیشتری از سرزمین ایران را از دست دادیم و همون کس که گفته بود ما با 6 کرور مالیات نمیتوانیم در برابر 600 کرور مالیات بایستیم و برای همین منزوی شده بود قائم مقام و از تهران خارج شده بود، همان رو برگرداندند که ترکمانچای رو به ناگزیر امضا کنه. اما هدف واقعاً چه در جنگ اول، چه در جنگ دوم، چه در گلستان، چه در ترکمانچای، تأمین امنیت ملی ایران بود. اشتباهاتی شد، ولی خب ترکمانچای به جای اینکه سقوط ایران رو ببینه، مرز ایران رو بردون این بر عرض. بد بود، اما تاریخ یکش ترکمانچای نبود. یکش خیلی قبل از اون بود. در دوران پهلوی هم همین تلاش وجود داشت. خب منتها ابتدا در تلاشی که رضا شاه کرد برای اینکه توافق با عثمانی بکنه، چیز رو از دست داد، شط العرب رو از دست داد. در مرحله دوم آرارات رو از دست داد. در مرحله بعدی فیروزه رو از دست داد. اما تلاش وجود داشته. نمیشه بگیم که رضا شاه می‌خواسته مناطقی از ایران رو بده بره. اینطور نبوده. تلاش می‌شده. پهلوی دوم هم همین تلاش رو داشت. برای همین از ابتدا هدفش این بود که اون چه که باباش از دست داده رو به دست بیاره و براش بازپس گرفتن شط العرب یکی از اهداف تاریخیش بود. اما پهلوی دوم این رو در قالب دکترین نیکسون که جناب آقای مهتدی بهش اشاره کرد، البته دکترین نیکسون در واقع اونی که سیاست دو ستونی مال جانسون بود، امنیت دو ستونی خلیج فارس. دکترین نیکسون واگذاری اجرای امنیت به کشورهای منطقه بود و شاه از این استفاده کرد و دکترین دو ستونی جانسون رو تبدیل کرد به دکترین تک ستونی نیکسون که هیچ وقت سعودی ها ایران رو به خاطر اون نبخشیدن. خب 75 اولین پیروزی ایران در 180 سال، یعنی بعد از فتح تفلیس توسط آقا محمد خان، اولین پیروزی ایران 180 سال بعدش در سال 1973 در جنگ ظفار اتفاق افتاد. دومیش در سال 1975 در قضیه عراق و قرارداد 1975 اتفاق افتاد. این که بعد از 180 سال شکست‌های پیاپی در مسیر تحقق امنیت ملی ایران و حفظ حاکمیت سرزمینی کشور ما اولین بار پیروز شدیم، این رو باید در یک سیر تاریخی نگاه بکنیم. اما خب از روشی که ما نمیپسندیدیم و اون روش وابستگی بود. یعنی ما از زمان دکترین نیکسون
تا پایان حکومت پهلوی شاه تلاش کرد همون مسیر ایجاد تمامیت سرزمینی و اعتماد ایران به تمامیت سرزمینی کشور رو از طریق وابستگی به دست بیاره. یعنی روش تفاوت میکرد، اما هدف یک هدفه. از زمان قاجار شروع شده بعد از شکست ها و تا زمان پهلوی دوم ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران هم در راستای همون هدف عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران هم خواست بتواند تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور رو فراهم کنه، منتها از مسیر مستقل، از مسیر درونزا. قبلا خب میبینیم دیگه وقتی که شاه با مشکلاتی در برابر انقلاب مواجه شد، نگاهش چون برون نگر بود، گفت ما یه نخست وزیری بیاریم که انگلیس‌ها خوشحال بشن، چون فکر میکرد انقلابو دارن انگلیس‌ها هدایت میکنن. در زمان جمهوری اسلامی ما این نگاه رو کنار گذاشتیم، وابستگیمون شد به مردم. با وابستگی به مردم، با اتکای به مردم، جمهوری اسلامی یک روند جدیدی رو، یک روش جدیدی رو در همون روند گذشته ادامه داد. یعنی چی؟ تأمین امنیت ملی ایران. 40 اندی سال از جمهوری اسلامی گذشت و ما تا کنون تنها حکومتی بودیم بعد از نادرشاه که یک وجب از خاک ایران رو از دست ندادیم. خب به عبارت دیگه، و این رو علی رغم مخالفت همه دنیا به دست آوردیم. یعنی در جنگ عراق خب همه ما شاهد بودیم چقدر همه دنیا، روسا میگ میدادن، انگلیسا چیفتن میدادن، آمریکایی‌ها آواکس میدادن از طریق عربستان، چینی‌ها سیلک ورم میدادن، فرانسوی‌ها اگزوست و میراژ میدادن. حتی نمیتونستن اگزوست و میراژ رو برسونن، میراژها رو به عراقی‌ها اجاره میدادن تا بتونن علیه ایران ازش استفاده کنن. آلمانام که شیمیایی میدادن. من این روز اولی که حضرات رو دیدم در چیز بهشون گفتم روتون رو زیاد نکنین. اگه گفتن شما چرا قطعنامه‌های شورای امنیت رو اجرا نمی‌کنین، گفتم روتون رو زیاد نکنین، اینجا ما شما رو محاکمه می‌کنیم نه شما ما رو. این جمهوری اسلامی در این شرایط از جنگ، حالا من نمیگم برنده شد، ولی در جنگ یک وجب از خاک کشور رو نداد. و حتی شاه هم بحرین رو داد دیگه، تعارف که نداریم. یک وجب از خاک کشور رو نداد. بعضیا راجع به خزر حرفای یا دریای کاسپیان یا حرفای شاه اللهی ها رو میزنن که اونام اگر یه وقتی خواستین میگم که در زمان شاه چه خبر بود در دریای کاسپیان. عرض کنم به حضورتون که یک ذره از خاک ایران، از آبهای ایران در جمهوری اسلامی از بین نره. حتی ما رسیدیم به وضعیتی که آمریکا به ما حمله کرد. خب شهید سلیمانی رو در یک اقدام تروریستی آمریکایی‌ها شهید کردن. البته قبلش هم ما پهپاد آمریکایی رو زده بودیم دیگه. ما هم تنها کشوری هستیم که به یه پایگاه آمریکایی موشک زدیم. اسرائیل به ما حمله کرد. ما هم کشوری هستیم که زدیم اسرائیل رو. حالا بعضیا میگن این نشونه ضعف ما بود. بنده چه موافق باشیم چه مخالف، عرض میکنم که به اسرائیلیا و به اونایی که میگن امروز ایران ضعیف شده باید گفت که اگر این موشکا به جای اینکه رو مناطق خالی نظامی میخورد وسط مناطق جمعیتی، اون وقت معلوم میشد که توان ایران چقدر. لذا به قول مقام معظم رهبری، دوران بزندر رو
با ایران تمام شد. دیگه کسی نمیتونه مثل دوره قاجار، مثل دوره پهلوی ایران رو یه لقمه چرب و نرمی بگیره که حالا تو جنگ جهانی اول بیان اشغالش کنن، علیرغم بی‌طرفی قحطی بر ایران حاکم بکنن، در جنگ جهانی دوم بازم علیرغم بی‌طرفی بیان ایران رو اشغال بکنن. دیگه کسی از این خیالا به خودش راه نمیده. خب این یعنی ما رسیدیم به توان درونزای حفاظت از امنیت ملی. ما حق داشتیم تا به این باور نرسیدیم همه چیز رو به چشم تهدید نگاه بکنیم، چرا که در طول تاریخ ایران همواره آماج حملات بوده و در طول 200 سال گذشته این حملات تأثیر هم داشتن، خاک ما رو اشغال میکردن. اما الان به شرایطی رسیدیم که دیگه ضمن هوشیاری نگاه تهدید محور برای ما ضروری نیست. ما می توانیم با نگاه فرصت محور به آینده پرش داشته باشیم. اینجا من یه جمله رو عرض بکنم. ما 2 جور آینده میتونیم داشته باشیم. یک آینده پیشفرض، یک آینده خلق شده. یا ما میتونیم آیندهمون رو بر اساس گذشته بسازیم، در اون صورت همواره گذشته رو تکرار خواهیم کرد و زندانی گذشته خواهیم بود. یا میتونیم امروز و دستاوردهای امروز رو به عنوان مبنایی برای آینده، برای یک آینده وجدآفرین درست کنیم. اون وقت ما دچار رؤیا نیستیم، بلکه دچار یک وجدیم که میتونه ما رو به آینده ببره. ببینید من یه مثال بزنم. شما یه زمین میخرید، این زمین رو میتونستین مثلا 10 میلیارد بخرین، 15 میلیارد خریدین. 2 حالت داره. یه حالت اینه که هی میاین با خودتون، با اون فروشنده دعوا میکنین که چرا من اینو 15 میلیارد خریدم. خب همیشه تو اون گذشته باقی میمانید. یه وقت هست نه، میگه حالا که من 15 میلیارد پول دادم، بیام این کارخونه رو روش بسازم، این باغ رو روش بسازم، این خونه رو روش بسازم، این پروژه رو روش بسازم. این میشه اون گذشته رو شما سکوی پرش برای آینده کردید. ما برای رسیدن به آنچه که امروز داریم هزینه‌های زیادی دادیم و همواره مدیون کسانی هستیم که این هزینه‌ها رو کردن. یعنی ما همیشه مدیون شهداییم، همیشه مدیون جانبازاییم، همیشه مدیون ایثارگراییم، همیشه مدیون امامیم، همیشه مدیون مقام معظم رهبری هستیم، به خاطر اینکه بدون این نمیتوانستیم به اینجا برسیم. حالا میخواین تا فردا صبح بشینین بگین که مثلا به جای 15 میلیارد هزینه ما میتونستیم 10 میلیارد هزینه بکنیم. سلام، خیلی خوب، حالا چی؟ آیا اگر تا قیام قیامت ما همینجور قصه بخوریم که چرا مثلا فلان جای اشتباهی کردیم، چرا جنگ و دیر تموم کردیم، چرا نمیدونم فلان جای این کارو میتونستیم بکنیم نکردیم، باعث میشه که اون خسارات به ما برگرده؟ یا باعث میشه ما در گذشته زندانی بمونیم، نتونیم جلو بریم؟ هرچه ما در اون گذشته بمانیم نگاه تهدید محور رو تقویت کردیم. خیال میکنیم داریم از دوستان نظامی گله میکنیم، اما نمیدانیم که داریم همون نگاه تهدید محور رو تقویت میکنیم. ببینید چین 100 سال دوران حقارت داشت. مائو به این دوران حقارت پایان داد. برخلاف اونچه که گفته میشه که چین از سال 1976 با مرگ مائو پیشرفت کرد، واقعیت این است که چین با باور
به اینکه زمان پرشش به آینده فرا رسیده، از سال 1971 سال 1973 پرش به آینده رو شروع کرد. لذا ما نه نیاز به جام زهر داریم، نه نیاز به بازگشت گذشته داریم، ما نیاز به حرکت به آینده داریم. حرکت به آینده یعنی این که ما باید منطقه رو فرصت ببینیم. کسی دیگه تو این منطقه نمیتواند ایران رو بدون هزینه تهدید کند. چون این وضعیت ناممکن است، لذا ما نیاز نداریم هر حرکتی در منطقه رو تهدید خودمون ببینیم. این یه نکته به عنوان یک نگرش تاریخی. نگرش جهانی که یه خورده پاسخ به سوال آقای اقبال سعیدم هست، عرض کنم به خدمتتون که دنیا متحول شده. زمان ائتلاف‌ها و اتحادهای دائمی به سر آمده. ما با آقای دکتر سجادپور سال 95 یک کتابی نوشتیم به اسم جهان پساغربی. تو اون گفتیم که دوران اتحادهای دائمی تمام شده، زمان ائتلاف‌های موقتی رسیده. خیلی کسی بهش توجه نکرد. در پارسال کیسینجر به مناسبت 100مین سال حیات شرماورش یه مقاله‌ای نوشت، یه مصاحبه‌ای کرد با یه مجله‌ای، گفت دوران اتحادهای دائمی تمام شده، ائتلاف‌های موقتی شروع شده، همه دنیا تیترش کردن. نفهمیدن که کیسینجر ایران که اینجا نشسته آقای دکتر سجادپور قبلا اینو گفته بود. الان بلا تشبیه ها، سید اولاد پیغمبر به این خوبی، اون چی کار است؟ جنایتکار جنگی. این آقا به این خوبی متدین، همه چیشم خوب. چون مزاح کردن باید بگم کیسینجر کپی پیست کرد. عرض کنم به حضورتون، لذا اگه من آقای دکتر سجادپور شیعه امام علی رو قبول ندارین، الان کیسینجر رو که قبول دارین. دوران ائتلاف‌های دائمی و اتحادهای دائمی تموم شده. زمان ائتلاف‌های موقتی است و این رو من پارسال هم همینجا گفتم. کشورهای خلیج فارس بهتر از ما درک کردن. برای همینه که تو اوکراین علیرغم اینکه اینا به اصطلاح متحد آمریکان همراه روسیه موضع میگیرن، علیرغم اینکه برای بهبود روابطشون با ایران از چین استفاده میکنن به جای اینکه از آمریکا استفاده کنن، خب از فرصت استفاده میکنن. سال 2016 زمانی که آقای اوباما میگفت به اینها که شما باید برین مشکلتون رو با ایران خودتون حل کنید، ما رفتیم از دیوار سفارت بالا. اونا در سال 2021 وقتی که آقای شی جین پینگ رفت تو چین گفت عربستان ستون امنیت منطقه است، اون وقت اومدن با ما بهبود روابط دادن. یعنی دیگه دوران اتحادهای دائمی تمام شده. شما باید از فرصتهای ائتلاف‌های موقتی استفاده کنید. اینو سعودی‌ها کیف خوب فهمیدن. من فکر میکنم دوزاری سعودی‌ها تو این قضیه سر آرامکو اتفاق افتاد. یعنی از اون خواب بیدار شدن که نمیشه امیدوار بود که آمریکا خودشو به خطر بندازه به خاطر حمایت از منافع شما. ما باید اینو بفهمیم که نه چین نه روسیه به خاطر منافع ما منافع خودشون رو به خطر نخواهند انداخت. این به معنی این نیست که چین و روسیه بدن. اتفاقا من معتقدم ما باید روابط راهبردی با چین و روسیه داشته باشیم، اما باید درست بفهمیم، دنیا رو باید بشناسیم. لذا موضوع اول ایرانه که دوران در واقع تحقیر تاریخی ایران تمام شده. امروز ایران عزتمند به برکت انقلاب، به برکت خون شهدا، به برکت رهبری امام و رهبری. این رو ما میتونیم از این استفاده کنیم، از شرایط جهانی هم استفاده کنیم، یه پرش بکنیم. من اینو تو فورن افیرز نوشتم و خیال نکنین اینجا دارم شعار میدم واسه اینکه نون و آب داره تو ایران از رهبری دفاع کردن. من عین این جمله رو تو فورن افیرز نوشتم.
از این استفاده کنیم، از این موقعیت برای پرش به جلو. پرش به جلو اینه که ما مردم خودمونو، مردمی که انقدر خوب میفهمن، شما دیدین سر این فستیوال کوچه چقدر جنجال بی خودی به راه افتاد و بعد دیدین که اونایی که تو فستیوال کوچه بودن چقدر بهتر از ما میفهمیدن، چقدر زمان شناسیشون بهتر از ما بود. چرا باور نداریم امام فرمود مردم ولی نعمت ما هستن؟ چرا باور نداریم امام فرمود اون بچه از من بهتر میفهمه؟ شوخی میکرده ما؟ باور کنیم مردم بهترین و بزرگترین فرصت ما هست. زنان ما، جوانان ما بهترین فرصت ما هستن. من معتقدم اگه یه روزی قرار باشه یه راه همکاری بین، یعنی یه راهی باشه که آمریکایی‌ها بدونن به ایران نیاز دارن، من موافقم با 1 تریلیارد دلار سرمایه گذاری اینا که آقای دکتر عراقچی گفته ها، اما مهمترین سرمایه‌ای که ما داریم مغزهای ایرانی هستن. ما بهترین برنامه‌نویسا رو تو ایران داریم، بهترین فیزیکدانا، بهترین شیمیدانا، همه اینا تو ایرانن. اینا رو آمریکا میاد از دانشگاه‌های ما جذب میکنه میبره. خب اینا که اینجا وجود دارن در کنار خانوادهشون، اینا میتونن منبع تغذیه فکری باشن. ما خودمون رو دست کم نگیریم. حالا من از قدرت نرم و سخت میدونین استفاده نمی کنم، من از قدرت مادی و معنوی استفاده میکنم، به خاطر اینکه نمیخوام بگم قدرت سخت زیربناست و قدرت نرم بزکه. نه، قدرت معنایی همونقدر مهمه که قدرت مادی مهمه. اگر ساز انگاران نیامده بودند و قدرت معنایی رو مطرح نکرده بودند، اونی که به قدرت معنایی عمل کرد قبل از اینکه آقای ونت و دیگران بیان ازش صحبت کنن، امام بود که نامه نوشت به گورباچوف. اون بود که معنی قدرت معنایی رو میفهمید. ما وقتی که 20 سال قبل در سند چشم انداز گفتیم باید ایران الهام بخش باشد، اون زمان بدون اینکه اسم ساز انگاری و کانستراکتیویسم و ونت و دیگران رو اونوف و اینا رو شنیده باشیم، اومدیم نشان دادیم که ما باورمند به قدرت معنایی هستیم. یعنی اگه یه سری تئوریسین نیومده بودن قدرت معنایی رو به اصطلاح تبیین بکنن، ما به عنوان جمهوری اسلامی باید این کارو میکردیم. متاسفانه ما زمانی که دنیا رفت به سمت احترام به قدرت معنایی، ما خیال کردیم همه چی قدرت مادیه. یعنی مبنای نیازمون رو، مبنای قدرتمون رو، مبنای هر وقت تموم شد وقت من بگیر، من متوقف. ما هر چی داریم از آقای دکتر سجادپور داریم. ما عرض کنم به حضورتون که عرض کنم به محضرتون که لذا این قدرت معنایی ماست، این الهام بخشی ماست، این که بچه رو توی آفریقا اسمشو میذاره، اسم کوچیکشو میذاره روح‌الله خمینی. این قدرته. ما ارزش این قدرت رو باید بدونیم. لذا ما هم قدرت مادی پیدا کردیم که میتونیم از خودمون دفاع کنیم. حتما این قدرت مادی ما قابلیت دعوای با آمریکا رو نداره، ولی قابلیت اینو داره که آمریکا رو نگران کنه از این که به ما ضربه بزنه. 2 تا بحث ها. لذا اینو بر روی این پایه‌ای که ساخته شده روی خون شهدا، روی زخم‌هایی که جانبازای شیمیایی ما هنوز دارن تحمل میکنن، همه اینا ما این قدرت رو بپذیریم، این فرصت جهانی و این فرصت منطقه‌ای رو استفاده کنیم. بنابراین کشورهای منطقه، حالا از دید جهانی که نگاه بکنیم، کشورهای منطقه اولا به این نتیجه رسیدن که امنیت خریداری شده براشون امنیت نمیشه.
دیگه دیدن دیگه، تو آرامکو دیدن. دوم به این نتیجه رسیدن که اسرائیل بدون وجود ایران قوی بزرگترین تهدید برای کشورهای عربی. ببینید یه اتفاقی در این منطقه افتاد در سال 1991 که خواستن در واقع روند سازش رو شروع بکنن. من اینو گفتم، بعد یه خانم اسرائیلی اومد گفت ظریف دروغ میگه، اسنادش رو تو روزنامه اطلاعات منتشر کردی. آقای اسحاق رابین تصمیم گرفت، به اضافه اون آقای لوبرانی سفیر سابق اسرائیل در ایران و مشاور ایران نخست وزیری اسرائیل، تصمیم گرفتن، اینو سندش توی انسایکلوپدیا ایرانیکاییه که احسان یارشاتر نوشته، نه جمهوری اسلامی، تصمیم گرفتن که بدون ایجاد یک دشمن جدید نمیتوانند جامعه اسرائیل رو راضی کنن که با عربا سازش بکنه. لذا دشمن جدید ایجاد شد، روایت‌های تاریخی جدید ایجاد شد. یعنی به جای روایت نجات بابیلون، روایت پوریم و استر و مردخای رو اومدن تاریخی سازیش کردن. یعنی روایت تاریخی دشمن جدید، ایران شد دشمن جدید. این دعوای بین امنیت و امنیتی سازیه. بازم یه مقاله 2-3 هفته پیش مجله ژئو استراتژیک از بنده و آقای دکتر کریمی داره، تفاوت امنیت و امنیتی سازی. ما اشتباهمون دوباره اینه که امنیت رو با امنیتی سازی اشتباه گرفتیم. اسرائیلیا بازی که با ما کردن بازی تهدید انگاری بود، بازی امنیتی سازی بود. از سال 1990 این رو شروع کردن، بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد و بازی‌های اون وقت اسرائیل که خودش اونم یه موضوعیه برای اینکه یه کسی تحقیقی انجام بده که رادیو اسرائیل در چه زمانهایی میگفت عراق در ضعیف‌ترین وضعیتشه. بگذاریم از اون بحث. این وضعیت رو با اسرائیل شروع کردن، با مردم اسرائیل، بعد بردنش رو سطح جامعه بین المللی، نگرانی از بمب هسته‌ای ایران، بعد بردنش تو جهان عرب. یادتونه زمان کلینتون بحث کشورهای، خانم کلینتون ها، بحث کشورهای معتدل منطقه مطرح شده بود. اینا همش برای این بود که بگن یه خطر جدیدی کشورهای عربی رو تهدید میکنه. حالا اینکه آمریکا اصولاً تمایلی به ماندن در این منطقه نداره و تمایلش به پایان دادن به مشکلات این منطقه است برای اینکه بتونه حضورش رو در این منطقه کمرنگ بکنه، ببره به چین. دلیل اصلی این که حالا آقای ویتکاف گفته ما هم که نمیخوایم کردیت بگیریم که برجام به نفع ایران بود، ولی دلیل این که در برجام آمریکایی‌ها آماده شدن امتیازاتی رو به ایران بدن این بود که میخواستن این قائله رو در این منطقه ختم بکنن، نیاز به حضورشون اینجا کمتر بشه، برن به سمت چین. خود آقای کری به من گفت، من اینو به دوستان عرب گفتم، آقای کری توی مذاکره به من گفت، حالا انشالله دوستانی که ضبط میکنن این پخش نکنن، گفت بیایم ما و شما مشکلات منطقه رو حل بکنیم. نمیخوام کلمه‌ای که اون به کار برد، اینا رو بذاریم کنار. حالا نه اینکه حالا دوباره بنویسن ظریف به کری اعتماد کرده، من میخوام بگم ذهنم چی بود. منم قضیه هندونه رو واسش گفتم هر وقت بهت گفتم واترملون بدون که داری خالی بندی میکنی، ما هندونه زیر بغل من نذار که سرمو کلاه بذاری. اما خب این نگرش اینا رو، این حالا یه عنوانی واسه کشورهای منطقه به کار برد، اینا رو بذاریمشون کنار. ببینید به نظر من پیمان ابراهیم
واسپاری امنیت منطقه به اسرائیل بود وقتی که شکست خورد اون طرح کاهش نیاز منطقه و دقیقاً در جهت منافع اسرائیل. یعنی دو تا کشور مخالف خروج آمریکا از منطقه بودن، یکی اسرائیل بود یکی عربستان، به خاطر اینکه هر دو ایران رو برنده این معادله میدونستن. خب الان شرایط عوض شده. الان همونطور که آقای دکتر خرازی گفتن و آقای مهتدی هم بهش اشاره کردن، اعراب نگران قدرت اسرائیلن و فکر میکنن اون نیروی متوازن کننده‌ای که باعث میشد این ادعای نیل تا فرات و اسرائیلیا زیاد تکرار نکنن ایران بود. و الان علت یهو اعراب چیز نشدن، خوابنما نشدن که بیان روابط اینجوری بشه. لذا ما هم، من میخوام از این استفاده کنم، هم ما سابقه تاریخیشو داریم که رسیدیم به توان، هم از نظر جهانی دیگه کشورهای منطقه نمیتوانند اعتماد بکنن به نیروی خارجی و از طرف دیگه نگران قدرت اسرائیل شدن. و هم ما این زمینه رو داریم، این توان رو داریم و امکانات. حالا آقای دکتر عادلی حتما راجع به امکانات همکاری‌های اقتصادی صحبت میکنن. تو اون مقاله در واقع همین مودت که از مسلم وست ایشیا دیالوگ اسوسییشن که مخففش میشه MWADA یا مودت، تو اون مقاله زمینه‌های همکاری رو نوشتیم. یه مقاله‌ای هم که آقای دکتر سجادپور زحمت میکشن تو مجله ایرفا برای ما اگه چاپ بکنن انشالله، حالا ما اینجا یه تبلیغی هم بکنیم که چاپش بکنه، اونجا من توضیح بیشتر دادم در مورد زمینه‌های همکاری، از کنترل از محیط زیست خلیج فارس گرفته تا عرض کنم به حضورتون موضوعات دیگه. البته بنده برای اولین بار در این پیشنهاد منطقه مودت رو گسترده تر از منطقه هرمز پیشنهاد کردم. یعنی فکر میکنم برای منطقه مودت بازم با استفاده از همون نکته‌ای که آقای مهتدی گفتن، حضور مصر مهمه، حضور ترکیه مهمه، حضور آینده یمن مهمه، حضور اردن و سوریه مهمه تا ما بتونیم یک مجموعه اینجا داشته باشیم که این مجموعه متوازنی باشه. من عرض کنم خدمتون، ما تو گفتگوهای سوریه اصرار داشتیم به حضور مصر، یعنی آمریکایی‌ها نمیخواستن مصری‌ها باشن، آمریکایی‌ها میگفتن شما باشین و کشورهای منطقه خلیج فارس. ما بودیم که به حضور مصر و عراق اصرار داشتیم. واسه دوستانی که حالا دوستان ما اینجا بیشتر دوستانی هستن که کار منطقه‌ای کردن، دوستانی که کار بین المللی کردن مثل آقای آخوندزاده و اینا میدونن تو سازمان‌های بین المللی نزدیکترین مواضع رو ایران و مصر به هم دارن. لذا این امکان وجود داره که ما با توجه به این دوباره وضعیت جدید ایران، وضعیت جدید جهان و وضعیت جدید منطقه یک آینده متفاوتی رو بسازیم. برای اینکه این آینده متفاوت رو بسازیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که با گذشته خودمون آشتی کنیم، یاد بگیریم و از گذشته بیاموزیم، اما در گذشته زندانی نباشیم. دنبال پیدا کردن مسئول برای اینکه چرا هزینه زیاد کردیم، چرا خرج زیاد شد، چرا این مشکلات فراهم شد نباشیم. به اون گذشته افتخار کنیم و با افتخار به گذشته بپریم به جلو، در گذشته نمانیم. از این شرایط استفاده کنیم. شرایط همواره یکسان نخواهد بود. اگر ما منطقه رو تهدید فرض کنیم، منطقه تهدید خواهد شد بر اساس قاعده پیشگویی های خودکام بخش self-fulfilling prophecies. فارسیش چی میشه؟ نفوس بد نزن. اسلامیش چی میشه؟ تفعلوا بالخیر تجدوه. آینده وجدآفرینی برای این منطقه پیش بینی بکنیم و اون ما نمیخوایم پیشگویی بکنیم، ما میخوایم آینده ورزی بکنیم.
آینده سازی بکنیم. آینده این منطقه میتواند متفاوت از گذشتهش باشه. نگیم نمیتواند چون گذشته این گونه بوده. اون میشه زندانی گذشته بودن. ما نیاز داریم بریم به سمت آینده. اون وقت اندیشکده های ما میتونن بدون اینکه زندانی گذشته باشن راجع به یه آینده ساخته شده، نه یه آینده پیش ساخته، آینده‌ای که ما میسازیم، آینده‌ای که ما میسازیم. ما خودمون میتونیم آیندهمون رو بسازیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ببخشید از اینکه مزاحم شدم. خیلی ممنون.